با گذشت 6 سالی برکناری از مقام دادستانی کل تاجیکستان، باباجان باباخانوف هنوز هم کتاب یادداشت‌های خود را نشر نکرده است. دادستانی سابق کل تاجیکستان زمانی از مقام برکنار شدنش گفته بود که در بازنشستگی کتاب خاطره‌های خود را خواهد نوشت. درباره خاطره بسیار حجتاش تیار است، سرگذشت تیار است، لیکن وقت و شرایطش آمد بعد خداخواهد از سر نو با ترتیب برآورده ممکن که چاپ کنیم. این شخصیتی در گذشته کلیدی تاجیکستان حالا بر اضافه کتابخوانی و جمع‌آوری خاطره ها تنها یک شغل دارد: نگاه و بینی باغچه نزد حولی. در وقت بیکاری سحر و بیگا و یک وقتی معین ده انمی گل و گلکاری را و ارچه را و من همی را به دست خدمت کشاندگی بودیم کلان شدیم. تازه هم نو را آب میتیم و خشت تازه میکنیم. تحلیلگران تأخیر باباجان باباخانوف در نوشتن کتاب خاطراتش را مربوط به آن می‌دانند که زمان دادستانی او تعدادی از شخصیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شدند و شاید پیدا نکردن بهای واقعی به آن حادثه‌ها باباخانوف را از انشای یادداشت‌ها در آن موضوعها باز می‌دارد. نورعلی شاه نظروف، گنرال مستعفی و سابق معاون سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز پس از بازنشستگی شغل نظامی را به دهقانی عوض کرد. در 2 گکتار خواجگی کشاورزی دارد. تمام کار دهقانی را همراه با نبیرگانش انجام می‌دهد. 5 سال پیش کتاب خاطراتش را در حجم تنها 100 صحیفه و 1000 نسخه به چاپ رسانید. کتاب ماجرای زندگی، یعنی که همین حادثه‌ای که من خودم شخصا دیدم و حس کردم همون را نوشتم. دیگر یگان گپ زیادی ننوشتم. چیزی که من خودم دیدم، من شاهدی همه حادثه‌ای که فوریه 90 سر شد در همین شهر دوشنبه تا دوره آخره همون گویا که شاهدی همه حادثه‌ها بودم. نورعلی شاه نظروف دلیل خودداری از نوشتن خاطره‌ها در مورد برخی از حادثه‌های زمانش را مربوط به مهر مخفی داشتن آن حادثه‌ها تا زمانی معین عنوان کرد و تصمیم دارد با رسیدن فرصت از آن حادثه‌ها در کتاب دیگری یادنامه‌هایش صحبت کند. یکی از نخستین خاطره نویسان در سالهای اول استقلالیت و زمان ادامه جنگ شهروندی، حکمت الله نصرالدینوف، ارباب سیاسی و دولتی، سالهای 80-90 وزیر پیشین خواجگی آب تاجیکستان بود. سال 1995 کتاب 300 صحیفگی خاطرات او با تعداد 15000 نسخه نشر شد و چند بعد از دکان‌های کتاب فروشی برچیده شد. سبب جمع آوردن این کتاب‌ها همین جدا سببی آن بود که همون فاکتور رقم‌ها و چیزایی که در اون کتاب نوشتگی های همینا رو تفتیش کرده برای کمیسیه تشکیل کردن. حکومت وزیر این بودگی کمیسیه تشکیل کردن و کمیسیه از وزارت‌های نفوذداری بودگی جمهوری تاجیکستان جابجا شدن و این کتاب‌ها رو گرفتن تا درجه‌ای که همینا سنجیده برایند که فاکتور رقم‌ها درست هستند یا نادرستند. اینجا قدیم اویلش حکمت الله نصرالدینوف را از نتیجه آن تفتیشات آگاه نکردند، اما کتاب خاطرات او دیگر به فروش نبرآمد. او کتابش را از طریق تحفه کردن پهن می‌کند. نصرالدینوف سبب خودداری اکثر سیاستمداران سابقه‌دار و خادمان دولتی تاجیکستان از نشر خاطراتشان را در بی‌جرأتی و بی‌حوصلگی عنوان می‌کند. هر کار کرده یا خیلی قدرت ندارند یا خیلی جرأت ندارند یا خیلی خیلی میگن که از نوشتن ما چی فایده کی نمیخواند مثال ده. این خیلی جهتاش است. مورخان و تحلیلگران خاطرات چهره‌های سیاسی و خادمان دولتی برای نسل‌های بعدی را مهم می‌دانند، زیرا تاریخ از نگاه شاهدان نوشته می‌شود و بهای درستی یا اشتباه آن را وقت و زمان نشان خواهد داد.